در شبکه اینترنت اخیراً طالبان افغانستان در یک متن عبارت از 5000 کلمه زندگی نامه رهبری خود ملا محمد عمر را نشر کردند. این سند به طور مختصر فعالیت‌های جنگی، حیات شخصی و هم بعض خصوصیات انسانی رهبر اینک 19 سال آخری طالبان افغانستان را تصویر می‌کند. در حالی که عکس یا نوار ویدیوی خود ملا عمر را از سال 2001 زمان شروع مخالفت‌های طالبان ضد نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان کسی ندیده است. یکی از مؤلفان این مطلب درباره حیات مخفی ملا عمر همکاری ما در بخش انگلیسی رادیوی آزادی فرود بیژن است. فرود سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. بگویید که نشر همین زندگی نامه یا کارنامه ملا عمر به چی معناست؟ معلومات درباره ملا عمر بسیار کم است و این که در 19 سال رهبری ملا عمر نشر شده، این معنا میده که خود طالبان میترسن از داعش و داعش در چند ماه آخر قدرت پیدا کرده در افغانستان. ما دیدیم که چندین صد طالب داعش یک جای شدن که از وا جنگ میکنن و گفتن که و خود ملا عمر را رد کردن، بیعت کردن به دولت اسلامی. بله. خب یعنی این احساس خطر است، ترس است از ضعیف شدن نیروی طالبان در افغانستان و آیا فعلا با نظر داشته تهدیدهای گروه دولت اسلامی طور شما هم گفتید موقع طالبان در این راستا، در راستای تهدیدهای دولت اسلامی چگونه است؟ طالب ترسیدن که اینمی قدرت که 19 سال در افغانستان داشتن نمی آستاستا از بین میرن و داعش یک نیرو نو است و ایدئولوژی نو آوردن و طالب میترسن که نمی برشان یک خطر است، مخصوصا که خود ملا عمر 13 سال است 14 سال است که دیده نشده. شما که در موضوعهای طالبان و تهدیدهای گروه‌های اسلامی زیاد می‌نویسید، حالا میتونید با چند جمله تاکید به آن بکنید که تفاوت حالا تهدیدهای طالبان و مثلا گروه دولت اسلامی در چی است؟ طالبان میخواین که دولت اسلامی در افغانستان داشته باشن و این گروه دیگه داعش وره یا بعضیا مهم نیست که دولت بگیرن، بعضیا من فکر میکنم که مهم است که گروپای دیگر اسلامی را از بین ببرن، نشان بدن که ابوبکر بغدادی یگانه کلیف است و خود ملا عمر گفته که ما خودم امرالمومنین هستم و کلیف هستم. فکر میکنید نشر همین متن زندگی نامه یا کارنامه رهبری طالبان میتواند هیچ تغییرات در فعالیت های بعدی این گروه ها در افغانستان وارد کند؟ من فکر نمیکنم، نه. چرا؟ اطور است که این میخواین بگوین که اول ملا عمر زنده است و دیگه چیز است که این گروپ های نو که آمدن، این گروپ ها عملا طالب بسیار قوی نیستن و طالبان معلوم میشن که عملا و که گروپ های مثلا حقانی و حزب اسلامی یا طالب یک جای هستن. اگر ملا عمر زنده نباشه من فکر نمیکنم این بسیار تغییرات زیاد بیاره. معلوم میشه که نمی خود سیستم که طالبان دارن بسیار قوی است و یک سیستم است که 15 سال 20 سال است که نمی دارن و این کدام تغییرات نمیره به نظر من. تشکر. با سوال های ما امروز فرود بیژن کارمند بخش انگلیسی رادیوی آزادی پاسخ دادند. تشکر.